یکی از سوالایی که خیلی از ما پرسیده میشه این است که میگن فرق بین دستگاه پروتون شرکت آسوا و سیستم‌های مگنتومتری که به صورت عمودی میزنن و اغلب از سنسورهای FL100 یا FL300 استفاده میکنن با نرم افزار ویژوالایزر در چه هست. ببینید دوستان، من یک فایلی خدمتتون آوردم. اینجا اپراتور شروع به اسکن یک زمین میکنه، لاین اول را میره، لاین دوم هم همینطور و در لاین چهارم دستگاه شروع به سنس یک اتاقک در عمق زمین میکنه و در لاین بعدی هم اتاقک ها تکمیل میکنه و در لاین بعدی دستگاه درگیری یک فلز سطحی میشه. اینجا دستگاه درگیری یک فلز سطحی شد. حالا فلز سطحی ممکنه اندازه یک میخ یا حتی کوچکتر باشه و این فلز سطحی مانع از این شد که دستگاه بتونه اون هدف عمقی بزرگا آشکار سازی بکنه و این یک باگ بزرگ هست در دستگاه مگنتومتری که از سنسورهای FL100 و FL300 استفاده میکنن. یک فلز ریز سطحی مانع از آشکار سازی اهداف مهم در عمق میشه و این مسئله به هیچ وجه شما نمیتونید از سنسورهای مگنتومتر رفع بکنید مگر اینکه بیاید کلا محیط را با یک دستگاه VLF سبک پاک سازی بکنید، تمام فلزات ریز سطحی رو در بیارید تا بتونید مثلا عمق زمین را شکار بکنید. ولی در دستگاه‌های پروتون شرکت آسوا اصلا همچین مسئله‌ای نیست. ببینید الان مثلا در این اسکن دستگاه پروتون یک مساحت خیلی زیادی رو سنس کرده و یک هدف مهم در عمق گرفته. کلا زدن این اسکن شاید در حد 2 دقیقه طول کشیده. یا مثلا در این اسکن دستگاه یک هدف مهم زیر سطحی اینجا شکار کرده. هدف ما طلا یا نقره است با میزان ارزش گذاری مشخص و قطعا در این مساحت ما فلزات ریز سطحی داریم که هیچ کدوم از این فلزات ریز سطحی مانع از آشکارسازی عمق نشده و حتی در این اسکن شما می‌بینید که یک مساحت خیلی زیادی سنس شده و دستگاه تونسته یک هدف مهم زیر سطحی برای ما آشکارسازی بکنه و حتی در این اسکن هم شما ملاحظه بفرمایید یک مساحت خیلی زیادی توسط دستگاه پروتون گرفته شده و کلیه مسیرها و تونل‌های زیر زمین اینجا آشکارسازی شده بدون اینکه یک فلز ریز سطحی روی این اسکن تاثیر بذاره. این یک تفاوت بسیار مهم در دستگاه پروتونی و دستگاه مگنتومتری بود که توی بازار هست، حالا چه داخلی چه خارجی. یک باگ بسیار بزرگ هست در سیستم‌های مگنتومتر، ولی دستگاه پروتون چون به صورت افقی میزنه جوری هست که یک میدان عمقی ها رها نمیکنه و بخواد یک فلز سطحی ها برای شما بگیره و اصلا فلزات ریز سطحی در آشکارسازی اهداف عمقی در اسکن پروتون اصلا تأثیری ندارن. دوستان، من با توجه به اهمیت این موضوع لازم دونستم که یک فیلمی در این موضوع خدمت شما تهیه بکنم با توضیح کامل که دوستانی که میخوان سیستم تهیه بکنن در انتخاب نوع سیستم بهتر بتونن تصمیم بگیرن. موفق و پیروز باشید.